چطوری؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدید به این ویدیو جدید. دوستان همونی که گفته بودم میایم تو این ویدیو برای 4 تا گان لولی اسپین میزنیم که یکیشون هم داریم. ولی دوستان خیلی ریسکه، من دارم خیلی با استرس این کار رو انجام میدم. صدام هم گرفته، مریض شده بودم، هنوزم یکم خوب نشد. خب بچه من استرس دارم که میخوام اسپین بزنم، نه واسه اینکه گان لولی مثلا بدین، همشون هم خوبن، میترسم که این یو ام پی رو دوباره بهم بده، ولی یه حسی میگه اسکار رو میده، نمیدونم چرا. خب دوستان با امید خدا میخوام اسپین رو شروع کنیم. بعد اینجا میدونن این دنس ها جدید اومده انگاری. چه دنس باحاله. اینم که یه دونه نیده اینجوریه، یو ام پی نه دنس، ولی باحاله، دنس باحالیه که اومده. اینم که اومده بود واسه من خواستم واسه این ویدیو کنم دوستان، گفتم اینو یه اسپین بزنم واسهش، ولی حقیقتش از ستش نمیدونم چرا خوشم نیومد. گفتم دیگه میخوام برای این اسپین بزنم، یهو بیام گان لولی بگیرم که بعد واجه استرس ولی. خب بریم شروع کنیم آقا. برای اسپین زدن امید خدا که میتونیم بگیریمش. جمعمونم الان 1951. این 100 تا دیگه نگاه کن، گفته یعنی مثلا این به 100 برسه یکی رو به صورت رندوم بهمون میده. هر اسپینش هم 179 تا جم میبره هر 10 تا اسپینی. یعنی ما اگه بخوایم 10 تا اسپین بزنیم مجموعش میشه 1790، تقریبا 1800 تا جم میخواد. آقا بریم شروع کنیم. میاد روی یو ام پی من میترسم آقا. شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میریم برای اسپین زدن. یا علی بده خوب میخوام دومین اسپین 10 تایی. سه تا فعلا زدیم. بده دیگه بابا، حداقل هیچی بهمون بده. من هیچ وقت تو گرفتن گان لولی بچه شانس نداشتم. این 2 تا تکی بزنیم ببینیم. یه 10 تایی بزنیم. یه 10 تایی دیگه. ای کاش آقا یا AN94 رو به همون بده، یا میتونم بگم این اسکار رو بده، چون واقعا من هم AN94 رو دوست دارم هم اسکار، چون واقعا جفتشون هم رخ خوشگلی دارن، هم تو بازی مثلا دو خط ریت هم هستن آجی، واقعا بنازم، یعنی خیلی سریعه. یه اسپین دیگه بزنیم چی به چیه. بابا بده دیگه. های کشید داداش. بیایم دیگه بیایم توش. آقا اینم یه اسپین 10 تایی اون دیگه. 11 تا، البته 10 به علاوه 1. 11 تایی اسپینش. خب لاکیمون شد 90. آقا این آخرین اسپینه که میزنیم. یا حسین اسکارو داد. بابا بنازم آقا، بنازم. درود به شرفت بابا، بنازم آقا. گفتم این یه حسی میگه اسکارو میده، اول ویدیو بهتون گفتم دوستان، واقعا نمیدونم چیکار کنم، ولی بابا بنازم.
وای حاجی اسکار رو گرفتیم. آقا اسکار رو گرفتیم. من از اسکار اسکینم دارم ها. مثلا 11 تا قبل از اینکه گان لولی رو بگیرم داشتم، ولی شد 12 تا. بعد جالبیش اینه دوست من گان لولی دورزن میخواستم. نفسم آره نمید. آقا گرفتیمش بابا بنازم. بابا خب لول 1 من توکن زیاد ندارم که مثلا همون در حد بره 2. فقط یه آفر بیاد دنسشو ببینیم. آرزو بچگیام نه آرزو بچگیام ایکی بود، دروغ نمیگم. دوستان واقعا ممنونم که ما رو تا اینجا همراهی کردید. 1951 که من درست بگم اول ویدیو جم داشتیم که الان آقا 302 تا مونده که میتونم بگم. حالا بویا پس بعدی که نمیشه گفت، ولی بویا پس گرفته بودیم. دوستان همونجوری که گفتم ما قرعه کشی داریم، قرعه کشی میکنیم که مثلا آیدیاتون رو داخل کامنت ها برامون حتما بذارید. بعد ما یه قرعه کشی میکنیم به صورت ویدیو، حتما ویدیوشو میگیرم میذارم که به صورت شانسی یه چیز رو پرتاب میکنیم که رو هر آیدی وایسه به اون بویا پس رو با آیدی براش گیف میکنه، یعنی بویا پس با آیدی بدون هیچ اطلاعاتی از اکانت، فقط هم با آیدی گیف میکنیم. یعنی همونجا وایسه یهو مثلا میریم تو دایرکتش میگیم عزیزم برو مثلا تو فری فایر به شما یه چی گیف کردیم، میاد میبینه بویا پس. قبلش دوستان میریم اون آیدی میبینیم بویا پس رو گرفته یا نه ها. بعد داخل کامنت هم گفته بودید که ویدیو خبری، چشم من ویدیو خبری هم واسهتون میذارم حتما. ممنونم تا اینجا ویدیو ما رو همراهی کردید دوستان. واقعا زحمت کشید، ببخشید اگه من هیجان زیادی داشتم. بالاخره دیگه شما منو درک میکنید که این ویدیو واقعا چقدر هیجان داره. مثلا فکر کن الان یه بار دیگه نشون بدم لاکیمون هم یکه UMP رو داشتم مثلا هی رو این میافتاد واقعا میترسید. گفتم نکنه من نزدیک 1800 تا جیم دادم دوباره چیزی که دارم رو بگیرم، یه تنوعی بده گان لولی اسکاری که دوست دارم و همونو داد. ممنون تا اینجا ما رو همراهی کردید. تا ویدیوهای بعد انشالله کنارتون باشیم. تا ویدیوهای بعدی فعلا خداحافظ.